مورد محاسبه قرار میده. این نعمت ها کلش پرسان میشه. ثم لتسألن عن النعیم. از این نعمت های الله به از پیشتون سوال میشه. بله نعمت ها خو عام است، همه مردم فرا گرفته، خو از ما و شما در مورد نعمت خصوصی الله سوال میشه که هدایت و عقیده توحید الله متعال است که آیا ما خدمت از را کردیم یا نه. از این خصوصی سوال میشه، چرا که هیچ نعمت دنیا برابر این نعمت شده نمیتونه. دین روز تیر کردیم که الله متعال به پیغمبر خود میگه به انواع و اقسام خیلای مردم که من نعمت ها کردیم نظری تا به او طرف دور ندی و نگسترانی، اینطور نشوه که توجه طرف امور مادی از وا پیدا شود. برای تو چی دادیم؟ سبع من المثانی والقرآن العظیم دادیم. از امو خاطر شاگردای قرآن برای شما واقعا که تفسیر سوره فاتحه موجود است. دیگه ازی که در نعمت بزرگ نیست، شکرگزاری نعمت سرتان لازم است. دعوت به سوی اینمی کتاب الله که مردم یقینا زنده شوه، حیات برشان پیدا شوه. مرده است مردم مرده است. وعلى الله قصد السبیل و منها جائر. وعلى الله بر الله متعال میرسه قصد السبیل، راهی که در میانه است، در روی افراط تفرید وجود نداره. و منها بعضی از راه ها جائر، راههای کج است یا راه کج است بعد دو آدم روان نشوه. و منها جائر، بعضی از راه ها جائر مردمایش کج روینده است، میره کج میره، راه درست است مردم کج میشه. قرآن کریم میفرماید که قصد السبیل طرف الله است. کدام راهی که به الله میرسه او راه درمیان است، افراط و تفرید نباشه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. افراط و تفرید در اسلام قطعا وجود نداره. اسلام راه درمیان است، قطعا دو تفرید و افراط نیست. اگر ما ببینیم موازنه کنیم فرقه ها را، بعضی در افراط هستن، بعضی در کجا رفتن؟ تفرید رفتن. قرآن میگه نه، قصد السبیل به الله میرسه، دیگر راه کج است. ولو شاء لهداکم اجمعین، اگر الله میخواست کلگی شما را هدایت میکرد تمامیتانه، اما حکمت الله تقاضایی را نمیکنه. چرا؟ به خاطر که هدایت جبری این قابل اعتبار نیست. مرتب شدن جنت و دوزخ بالای ازی ای باز اما حکمت الله از بین میره. اونجا خب باز هر کسی اعتراض میتونه که یا الله مرا چرا در جهنم میپرتی، فلانی را در جهنم میبری ما در جهنم، حالان که کلگی ما در حالتی چی بودیم؟ جبران یا کافر یا مسلمان. تو نمیکردی مرا کافر جرنی که در جهنم نمیرفتم. از او خاطر الله میگه که اینمی اختیار کردن راه هدایت اختیاری گذاشته شده، اسباب به کلگی داده شده، اما دیده شود که اسباب هدایت کی اختیار میکنه کی نمیکنه. هو الذی انزل من السماء، الله ذاتی است که روان میکنه از طرف بالا، ما ان آب لکم منه، که برای شما منه از زمین آب، شراب چیزای نوشیدنی است، یعنی برای نوشیدن شما. و منه شجر، بعضی از شجرون تور درختی است، فی تسیمونه که شما میچراره در او مالایتانه، خودتان میچره. الله میوه های گوناگون حتی بدون تکلف بنده، پیوندی بنده، نیلشانی بنده، تخمریزی بنده پیدا کرده. شما برید در کوها امی چیستا جلغوزی که میخورید در بازار سیاه سایره کی کاریده، خیلی لذت هم داره قیمت هم داره. امی قسم چیستا دیگه پسته هایی که شما میبینید ایره کی کاریده؟ الله متعال توسط آب اینمی قسم پیدا کرده و برای شما هیچ کسی دو خواری و محنت نکرده. ینبتو لکم به الزرع، میرویانه لکم برای منفعت شما، مصلحت شما، بهی توسط آب از زرع کشته، و الزیتون زیتون و النخیل خرمار و العناب انگوره، و من کل الثمرات از تمام انواع میوه. قرآن فقط ذکر دو سه را میکنه که عام است بین مردم، خوب میشناسه، آشنایی قطش داره. شما ببینید انواع میوه ها را الله توسط یک آب باران که یک خاصیت داره، و کدام جدا جدا آب نیست، زمین یک زمین است، اما میبینید درختها متنوع. عجیب است. قدرت نشانی قدرت الله متعال تو مشاهده نمیکنی، تو نمیبینی. بازم تو که الله را نشناسی و باز بری به غیر الله سجده کرده بری و او را عبادت کرده بری، چطور دعوا داری که ما جنتی شوم؟ چرا؟ آیا برای تو معلوم نشد حکمت الله، علم الله، قدرت الله، همه گپا برات واضح نشد؟ در پیدایش همین میوه ها کسی به امر الله شریک است؟ کدام ملک، پیغمبر یا ولی یا جن یا انس کسی هست؟ قطعا نیست. پس چرا تأمل نمی کنی؟ یقینا الله متعال خوب چقدر درس عظیم است دی
نه تنها الله میوه را پیدا میکنه، باران از بالا میبره، زمین امی زمین است، اما زمین درختای متنوع داره. کدام درخت تو خودت خوش داری؟ هر انسان در باغ امو درخت خوش داره که میوه خوب میده، قیمتی میده، لذیذ میده. اگر در باغ یک درخت خار برای یک روزم باقی نمیگذاریشه، اوسو میکنیشه. پس وقتی تو عقیده شرک پیدا میکنی خار هستی. و او کسی که مکمل، یک انسان در غم عزیز که شکم خود پر کنه، اما نفری همسایه خود مقابل خود کشته بره، قتل کنه، دزدی کنه، از پیشش به ایله و دیرنگ پولش بگیره، یک نفر در این فکر است که نمی درخت خار است. لیکن یک نفر عمر خود مکمل محنت خود صرف برای ازی میکنه که مخلوق الله هدایت شود. غم از واده پیشش است. در بین دو انسان زمین و آسمان فرق است. امو درخت خار و درخت میوه است. و درخت میوه را هر کس استفاده میکنه و درخت قدر میکنه، تلاش میکنه که خشک نشود. در وقت وادش آب میوه را آب برش میرسانه، کوټه برش میرسانه که باشی درخت دیگه نمو بکنه، دیگه میوه زیاد بگیره. اما درختی که ثمر نداشته باشه در خشکیدنش است، مردم عرب میکنه. پس تو انسان هم اینطور است. اگر تو نعمتای الله را شکرگزاری کردی، حق عبادت الله را پوره کردی، الله دیگه هم تو را رشد میده، تو را دیگه هم تقویت میده. اگر نکردید باز قابل عزیزی که دور شوی، زمین است پیشت بیکار شوه. اما الله متعال اینقدر عجلم نمیکنه، به کافر هم موقع میده، چرا که دنیا پیشش ارزش نداره. میدان برش گذاشته که صباح حجت تمام باشه، نگویه که برای من موقع داده نشده بود، تعامل نتونستم، فکر نتونستم، تجربه نتونستم، من در زندگی خود معلومات کافی حاصل کرده نتونستم. امروز یک دقیقه ما چقدر تجربه کرده میتونه در مورد قدرت الله، در مورد توحید و یکتاپرستی الله. این فی ذلک لآیه، یقینا در یمی چیزی که ذکر شد مذکور، لآیه نشانه عبرت است، لآیه دلیل توحید و یکتاپرستی الله است، لقوم یتفکرون، برای قومی که صاحب اندیشه و فکر هستند. کسی که مغز داره می اندیشه که من انسان برای چی؟ آیا الله متعالی کائنات در خدمت من گذاشت، من چی مسئولیتی دارم؟ فقط خوردن، نوشیدن، خواب کردن؟ کلا قطعا، باز خو بیهوده میشه. باز الله اینقدر کائنات صرف به خاطر همین قدر گپ پیدا کرده باشه؟ نه، این بیهودگی است. من مسئولیت بسیار خطیری بزرگ دارم، الله خدا بشناسم، در این زمین مطابق فرمان الله جنت جور کنم، جنت این بهشت باشه. مسلمان یقینا همونطور میتونه، اگر به قوانین الله عمل بکنه یقینا این دنیا برش بهشت میشه. زندگی صحابه را مطالعه بکنه که چه حالت بود، چقدر صمیمیت و محبت در بین موجود بود. هر کس تلاش داشت نفی ما زیادتر به او برسه، نبود که از کسی دیگری را دزدی کنه و بگیره از پیشش. زمانی که همین تصور و فکر در ما و تو باشه، من در خدمت تو باشم، تلاش میکنم که احترام ازیره، چیستا عزت ازیره، آبروی ازیره بالکل من بعد پاسش داشته باشم و تا که زورم میرسه قطع ازی کمک میکنم. شما بگوی که همینجا بهشت هست یا نیست؟ همینطور است. اما قرآن کریم میگه که از این نکته ها درس هر کس گرفته نمیتونه. قوم یتفکرون، کسی که از فکر کار میگیره، این تأمل میکنه، میبینه که این نعمت ها را بی الله به ما ارزانی کرده. آیا ما کدام مسئولیت در برابر امی نعمت های الله داریم یا نداریم؟ و سخر لکم اللیل، رام ساخته مقرر کرد الله لکم برای مصلحت شما، اللیل شب و النهار روزه، هر کدامشان متعاقب، یکی پی دیگره، یکیش روشن دیگهش تاریک، یکیش چیسته گرمتر دیگهش سرتر. خب هر کدامش همینطور، یکی درازتر یکی کوتاه‌تر یا برابر، یا یکی با دیگر رام ساخته به نظم روان است، هیچ کدام تغییر و تبدیلی نیش نمیاد. و الشمس و القمر، رام ساخته برای شما آفتاب و مهتاب، در کار شما لگانده، در کار شما مقرر کرده. آفتاب مهتاب کلش انواع نعمت ها را ما از آفتاب میگیریم. انرژی حرارت، انرژی چیزه، نوره، برای ما چی میبخشه؟ موقع را برای ما روشن میکنه، انواع کارا و روزگار خدا پیش برده را ایستیم. اما شب میاد برای استراحت ما الله چی انتظامات کرده. و النجوم مسخرات بامری، تمام ستاره ها یعنی تمام سیاره ها و ستاره ها که در آسمان در فضا میبینی، کلش نمیتون رام کرده شده است، مقرر شده است به امری، به فرمان الله متعال. هر کدامشان وظیفه مشخص داره او را
انجام میده و اینمی وظیفه از یا مکمل برای منفعت انسان است. این فی ذلک یقینا در اینمی که ذکر شد لآیات بسیار انواع و اقسام دلایل است، علامات نشانه های قدرت الله متعال است. لقوم یعقلون، برای قومی که مغز داره، از عقل خود کار میگیره، عقل ده کار میپرته که بله این نظام بیبی این کلش به خاطر انسان است. آفتاب بیبی یک مخلوق بزرگ الله متعال طلوع میکنه غروب میکنه. چطور است؟ این شب تاریک مزین فضا را کی مزین ساخته؟ این سیاره کی یک کمی روشنتر ساخته شه؟ این قمر. عجیب است. و ما ذرأ لکم فی الارض، آن چیزی را که پیدا کرده برای منفعت شما فی الارض در زمین، مختلفا الوانه که رنگایش مختلف است. کدام چیزا را در زمین پیدا کرده که ببینی فکر بکنی حیرت باقی میمانی که الله در روی زمین برای انسان چی چیزا، از لباس، از خوراک، از نوشاک، از انواع چیزا الله برش پیدا کرده که ببینی خانه تا یک دفعه داخل شو، اسباب و ظروف بیبی حیرت باقی میمانی که از کجا میشه و چه قسم میشه، این پولی از این خزانه از کجا میشه. الله متعال پیدا کرده، تو باید ببینی. ان فی ذلک لآیه، یقینا در چیزی که ذکر شد لآیه عبرت کامل است یا دلیل کامل برای توحید الله است. لقوم یذکرون، برای قومی که نصیحت پذیر باشه. بله در صدد عزیز که من باید نصیحت بگیرم. چطور نصیحت بگیرم؟ انسان باید درک بکنه حقیقتا را. این انعامات اگر هر کدامش علایده در دوش خودم میگذاشت چطور میکردم؟ میتونستم لاسپیکر جور کنم برای خود که صدایم به مردم برسه؟ سالا میزدم، مواد خام زیر پیدا نمیتونستم. فابریکه از او کجاست؟ تو بی الله متعال چه انتظام عظیمی کرده. و هو الذی سخر البحر، الله ذاتی است که رام ساخته یا در کار شما مقرر کرده البحر لتاکلوا منه لحما، که بخوری از امی بحر لحما گوشت طریا تازه گوشت از بحر میکشی، ماهی را در کرایی پرتافته رایستی، لذیذ پخته کرده رایستی، دانش تو دادی، پیدا تو کردی، پرورش تو دادی. کی انتظام کرده؟ الله براتون پیدا کرده. و تستخرج منه حلیتا، شما میکشی از زمین بحر اسبابی زینت زیورات تلبسونها، که شما میپوشانی او را، و زیورات خصوصا زیوراتی که از بحر میآید، این دانه ها، این موره ها، رقم انواع، خصوصا مرجان خودت بین بحر سبز میشه، امونجا نمو میکنه. شما میبینید تلویزیون اکثر این گپا را تا و بالا نشان داده. و ترى الفلک مواخر، تو میبینی کشتی را مواخر که چیر کننده یا دونده است، میدوه فیه درمی دریا در بحر. چرا؟ لتشاهدو قدرت الله، که شما مشاهده کنی قدرت الله را، که کشتی عظیمه بیبی بار سنگینش بیبی. چرا؟ آبی نرم و خیلی شفاف، آبی که مایه است، یک سنگکی خورده میپرتید توانمندی چی را ورداشتش نداره، این در قعر میره، اما کشتی چرا پایین نمیره؟ همین خاصیت کی داده؟ این خاصیت در آب که هموار کرده، نرم کرده، و این خاصیت در چوب که کشتی باید غرق نشوه. این کی داده؟ ولی تبتغوا، دیگه که شما طلب کنی من فضلی، از احسان الله متعال توسط کشتی ها، برای خیلی سنگین از یک نقطه دنیا به نقطه دنیا در وقت کم، بسیار آسان، به مصرف کم یکی به دیگه انتقال کنی. از امریکا گندم در اینجا میاد توسط کشتی، اگر در موتر بیاری 20 دفعه گندم اینجا خریده میتونی. قیمتی چی میشه؟ بگه 20 چند اضافه میشه تنها در کرایه، 20 چند. لیکن الله متعال کشتی را پیدا کرده، بار بنداز جری سقیلا کانتینر را تا میکنه، یک ماه از یک کشتی کانتینر تا میشه، هنوزم خالی نمیشه، تخلیه نمیشه. شما دیدی اون کشتی ها را، امیال فعلا کشتی هایی که شهر است، میدان هوایی داره، فرقه نظامی داره، همه چیز داره، همین مردم ساخته در روی آبی مایه. نه، اما انسانی باشه که تعامل بکنه، بگویه که همین خاصیت ها را کی داده بری ازی. ولعلکم تشکرون، دیگه به خاطری که شما شکر گزار باشه، اینجا موحد باشه. همش دلایل توحید الله است که شما موحد باشه. موحد وقتی شده میتونه که نسبت نعمت به الله بکنه و این نعمت ها را
به کدام هدفی که الله پیدا کرده به مو هدف استفاده بکنه. و القا فی الارض، انداخت الله در زمین رواسیه، کوها را، ان تمید بکم، ای الله تمید بکم که چی حرکت نکنه زمین سری شما، شور نخوره، کاسه را که دو پرت انتو شوه. اگر این کوها نمی بود زمین انتو می شد، باز زندگی کده میتانی. ای برای احتراز کردن از اینکه بجنبان شما را، و انهارا، الله پیدا کرده جویا را، نهرها را، دره جور کرده، آب از چند نقطه کو جمع میشه در یک دره، باز آب سفید شیرواره حرکت میکنه میره، این در کدام قریه ها میرسه، مردم از پیش استفاده کرده رئیس. و سبولا، راه ها را، لعلکم تهتدون، به خاطر که شما رایاب شوید. هر جای نشانام برش مانده، اینطور جای نیست که الله برش راه را منتخب نکرده باشه. کلی کوی طرف کو در بین یک دره هست که در جلال آباد وصل شده، این طرف کو در بین یک دره هست که در سمت شمال باید برویم. کلش الله متعال میگه راه ها را براتون پیدا کرده. و علامات، آفریده پیدا کرده الله متعال علامات، نشانات، چیزایی که نشانه است. امیر راه ها اگر نشانه نداشته باشه قریه ها را از کجا معلوم کرده میتونی که کدام قریه از کدام جای است؟ الله متعال علامه را مانده. و بالنجم هم یهتدون، توسط ستاره ها یا هدایت راهیاب میشوند. شب از تاریک است، دشت و بیابان است، از کجا پیدا میکنین کدام طرف سفر بکنم؟ الله ستاره را پیدا کرده. میری در ایران طرف غرب حرکت کرده راستی، نه گاهی طرف شرق دور نمیخوری. چرا میگه ایران در غرب افغانستان است، حرکت کرده میری. اگر در شرق دور خودی سعی که در پاکستان رسیدی، تو میخواستی ایران بری لیکن در پاکستان میرسیدی. افمن یخلق کمن لا یخلق، این علاماتی بود که یقینا انسان قناعت میبخشه. بعد از الله متعال به یک امر دیگره که توسط ازی آلید از خالقیت خود دلیل بگیره بالای توحید چی؟ عبادت. افمن یخلق کمن لا یخلق، آیا ذاتی که پیدا میکنه به مثل کسی است که پیدا نمیتونه؟ این دیگه چوبی چیسته سرسخت سوټه بزرگ در فرق سر همی مردم میخوره که اولیاء و پیغمبران را معبود قرار داده، نعوذ بالله، حاجت روا بدانه. پیدا کرده کدام چیزه؟ خالق هستن. یک ذاتی است که همه چیز پیدا کرده، یک ذاتی است که یک ذره هم پیدا نکرده. ذره هر دو با هم شده برابر شده میتونه؟ خالق معبود است، مخلوق چی است؟ عابد است. چطور شده میتونه تو بری عبادت عابده بکنی؟ افلا تذکرون، چرا نصیحت نمی قبول نداره که بازم سجده ها را برای خود وار انسان ها کرده رایستی. انسان های زنده را بگذار، برو در قبرها. کسی که 1000 سال میشه دفن شده به او سجده کرده رایستی. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما بشماری نعمت های الله را لا تحصوها، شمار کرده نمیتانی. لیکن مشرکین قدر نعمت الله را نمیدان، نشناختن نعمت الله را. ان الله لغفور رحیم، یقینا الله متعال لغفور زیاد مهربان است. حال مشرکین تقاضا میکنه که هر نعمت الله که در دستشان است توسط اعمال شرکی و زشتشان، معصیتشان، نافرمانیشان، الله متعال یک نعمت هم در دستشان نگذاره، نصیحت، نه اعذار، نه عمره، نه انواع نعمتهای دیگر کلش سلب بکنه، طوفان بیا مکمل هلاک شود. موقع داده اگر امی آدم با وصف که صدها سال اینمی قسم سرکشی کرده یک مرتبه عقیده به الله بکنه، الله کل گناهش چی میکنه؟ معاف میکنه. رحیم و رحم کننده است. خدا کنه اگر از شرک توبه کنه یا توبه نکنه بازم الله نعمتهای خدا قطع نمیکنه. نعمت داده رو ایسته. کافر در حالت کفر خود که میمورم الله متعال نعمت برش داده، خوردن، نوشیدن، هم اسباب زندگی را. والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون، الله میدانه آن چیزی را که شما پنهان میکنه و آن چیزی را که شما آشکارا میکنه. در پیش الله متعال تصرفات خود بیان کرد، خالقیت خود بیان کرد. آیا در این امور کسی دیگر خالق بود؟ در این حق تصرف داشت؟ نه. پس معبود بر حق ذاتی است که متصرف است و خالق است. پس کسی که دو صفت نداشته باشه قطعا معبود شده نمیتونه. دوم، والله یعلم ما تسرون، الله میدانه آن چیزی را که شما پنهان میکنه، اراده تانه، فکری تانه، عقیده تانه، اما نیتی تانه، قصدی تانه در قلبت گپ خطور کرده الله میدانه. و ما تعلنون آن چیزی را که شما اشکارا میکنه، این صفت برای کسی دیگری هست؟
نه. پس زمان انسان معبودی را پرستش میکنه که حتی در زبانش گفته نتونه، زبان فلج باشه، گنگ باشه، اما در قلبش کدام اراده گشته الله بفهمه امور بده. یک انسانی که زبان نداره، طلب کرده نمیتونه، اما در قلبش میگرده، الله عالم است میده برش. آلی الله میگه والذین یدعون من دون الله، کسانی که آواز میده در مشکلات خود، یدعون عبادت میکنه من دون الله بغیر از الله متعال. از تمامی دلایل سابقه الله متعال نتیجه را بر ما میکشه، نتیجه دلایل است. پس تو کسانی که در مشکلات و حاجات خود آواز میده من دون الله بغیر از الله متعال، یا پیر بابا یا سخی صاحب یا فاطمه زهرا یا علی گفته صدا میکنه، یک معنی. دوم والذین یدعون، کسانی که عبادت میکنه من دون الله، هر قسم عبادت، نظر بنامش، طواف در قبرش، یا چیسته نعوذ بالله ذبح بنامش، یا سجده کردن در پیشش، یا روزه را بنامش گرفتن، یا صدقات بنامش کردن، کلش در عبادت داخل است. بغیر از الله متعال لا یخلقون شیئا، هیچ چیزی را پیدا نکرده، خالق نیستن. و هم یخلقون، خودشان مخلوق است، محتاج است. پس چیزی که محتاج باشه نبود پیدا شده، آلی نو پیدا شده و مکمل محتاج است در تربیه خودم برای الله و معبود شده میتونه. امواتون، یا خود بیروح هستن، غیر و احیاء، زنده نیستن. نه، اینجا کدام صفت ها را که الله بیان میکنه این تنها برای بوتا نیست، بوتا مجازن داخل میشه، حقیقتا این صفت های ذوی العقول است. چرا مرگ و زندگی و بگوی این گپا را کی میکنه؟ ذوی العقول. از او خاطر الله متعال میگه پس اصل مصداقی ازی اولیاء و انبیاء علیهم السلام اگر کسی عبادت میکنه الله میگه چیزی را پیدا نکرده بلکه خودشان چیز امواتون، مرده هستن. بعضی خود زنده میباشه دیگه، چطور میگه امواتون؟ یا قابلیت مرده نداره، یک روز، یک ساعت، یک لحظه سرشان آمده نیسته که یا زنده باقی نمیمانه.